گوشت رو با جای گیر آغاز میکنم. چرا که مسئله کردیم با آوازی بلند. ها من کردم گفته جواب ده. روزوان روزوان گوشه با شما بانو جان. بلندتر داد داد زن. روزوان روزوان گوشه با شما بانو جان. همین تا آش را کی به جای بار پرتافت؟ تو پرتافتی؟ نخواب که آش را شور کردی. نه بانو جان من نپرتافتم. من به تو چی گفتم؟ من کردم گو بلند من کردم بانو جان من کردم. انا اکنون حاضر خوجهین آمده آش پرسند. من چی گفته جواب میدیم؟ جواب ده. بانو جان کن من خودی حاضر آش بامزه تیار میکنم. من به تو آشپزی رو نشون میدیم. بس حاضر به خوجهین خودت جواب میدهیم. ها بانو جان روزو خوش رو بیا. بیار من سخت گرسنم بیا. ببخشید خوجهین ما امروز یه آشتان چنان بامزه شد که هر دیتان بابانو پاک قص خوردیده به من یک لقمم نماده. بیا ببخشید خوجهین ما امروز آش تیار نکردیم. آها این مدعا از من به اینها نشان میدم چه خیلی آش نپختن رو. چی گفتی؟ آش نپختید؟ چرا ها؟ بانویم سرشان در میکنند. از صبح تا شب هم میگریند و مینالند. مینالند و میگریند. باز چی؟ هیچ چیز خوردن نمیخواهند. هیچ چیز گپ زدن هم نمیخواهند. من باشم بند بودم. یه رب بانیاد رو جکسم. از من با اون شما میدیم. بانویم ناتم. یه رب جکسه. وای قداد میزنید عزیزکم. خودش سرکم ترس میکفده. وای آوازتون رو تمام محله میشونه بده. یا یگان جایی که تان درد میکند. وای جانکم خوش آمدید خوش آمدید. کنی از بالا گذارید عزیزکم. وای سرتون درد میکند. یک کلو چای بیارم. زهر بیارم. وای جانکم. کنی به من بگوید چرا امروز آش تیار نکردیدم؟ یا چی من از کاری بازار مونده شده آمدم همیشه در خانه کلان گرسنه نشینم ها؟ یا تو گمان میکنی که من در بازار خاله دارم او به من هر روز آش پخته میدهد؟ خاله دارد یا نه من نمیدونم. لیکن محبوبتان انیق هست. چی خیلی محبوبه؟ من یگاه خیلی محبوبه ندارم. من به چنین کارهای افلاس دست نمیزنم. کی است محبوبی منم؟ کی است گپ زن کنی گوی؟ خودکتان نغ زکات میدوند کی بوده گیشه. شاید تو دانی بوده نشو. گوی آخر گپ زن آخر. اگر دانی گوی گپ زن آخر ها. نمیخیر. من چنین انسان نیستم. من یک آدمی بابروی با معلومات. مرا در شهر همه میشناسند. من تنها بازنی خودم. دیگر هیچ کس. شاید تو داری هم برای خود دل داده. بسه نیتی بدتان به خودتان نصیب کند. من هم زنی بند آموز با معلومات و پدر و مادرم. چی؟ من را تنها با شوهرم گفته تربیت کرده. لیکن شما محبوبه دارید. من انیق ندارم که دارید. من مکتوبش رو دیدم. حتی اون رو در دست داشته بودم. مکتوب کنی آمد. کنی شده بابا. افسوس که در رانده پرتافتم. نباشد من به شما نیزارتان میشم. من شما رو در محله نه در دهه در قشن. ادامه گیره ربه. من اگر یک برگر غذا برداری جوابت رو میدم. چی؟ جوابم رو میدی؟ بسیار خوب. همه این که جوابم رو داده جانکم پرواز کنم میروم. من کیها باز از چونی زندگی غلامانه بیزار شدگی. گپ زنید من گپ زدم. یه نشده من حتی با تو گپ زدن هم نمیدم. این شما نیه جانکم. این من با شما تماما گپ زدن نمیدم. وای بعد نیم ساعت آمده بزانه زده. وای جانکم مرا میبخشیده به من خرید به من میخرید. وای کی بودی تو رو من نمیدونم. هرگز اینطور نمیشود. همین اگر کسی اولین شده گپ زند به مثل همین بیدانه ترسانجک لعنت خونده شود. نه جانی دلم. اگر کسی اولین شده اومده گپ زند ایلاها چی؟ پیسی مخاو شود حامل. پیسا شود. الله اکبر. الله چقدر نازن. یه رب تو خودم در همین یه به نظرم
چه تو پیش میکنی وای با هم باش کنم وای من چقدر عصبی تو اگر ما خوب نمیشدی کارهای من پیش میرفت وای من عصبی وای چقدر عصبی من حالا ایست من تو رو شاشلیک میخورم چقدر من عصبی اینش باشد وای میگود اینش باشد این میگود ای من چقدر عصبی به فکرم بد نیم دوام میدیم وای اینش طرف دوام میخورد دیگر باشد مخروب میشود چه گفتی بگم وای من چقدر عصبی